اون روزی که ما هم قسم شدیم و زدیم به کوه و جنگل، وضع ما از این بدتر بود. اون روز اسلحه ما فقط عقیده و ایمان بود و دست افزارمون داس و تبر و تفنگ حسن موسی. خیلی از کسانی که اون روزا همه هستی خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و به جنگل اومدن، امروز در جمع ما نیستن. چهره اون شهدا که چهره عزیزترین عزیزانمونه همیشه جلوی چشم ماست. خیلی هاشون حتی گور ندارن. اونا در این راه از ما پیشی گرفتن و به مقصد رسیدن. من و امثال من دنبال روی اونا هستیم. ما با دولت وثوق الدوله جنگ داریم، با نوکرای انگلیس، با همه اجنبی پرورده ها جنگ داریم. ما درد وطن داریم، درد دین داریم. ما از این راه بر نمی گردیم و دست از استقامت بر نمی داریم. کمترین توقعی که از شما داریم اینه که اسلحه‌تون رو همراه نبرید، یا اگر میبرید حفظش کنید و تحویل اجنبی و نوکر اجنبی ندید.